سلام، مریم بانو هستم. امروز میخوام براتون یه خورشت قیم بادمجان درست کنم. به موادی که لازم داریم 2 عدد بادمجان، 3 عدد گوجه، 1 عدد پیاز متوسط، 2 عدد لیمو عمانی، گوشت خورشتی 200 گرم، لپه 70 گرم که معادل همون 4 قاشق غذاخوری هستش که من نیم پزش کردم که نفخ نداشته باشه، و رب گوجه فرنگی هم به اندازه 2 تا قاشق غذاخوری، زردچوبه، ادویه، نمکم از هر کدوم یکی قاشق مربا خوری باشه، روغن مایع 5 قاشق غذاخوری. ما اول پیازمون رو نگینی خوب میکنیم. پیاز رو با روغن تفت میدیم تا به رنگ عسلی که در. بعد از اینکه پیاز ها به رنگ عسلی در اومد و سبک شد، ما گوشت رو اضافه میکنیم. و تفت میدیم. ربمون رو اضافه میکنیم. و ادویه زردچوبه، نمک. بعد از اینکه خوب تفت دادیم، نصف قابلمه رو آب اضافه می‌کنیم. و میذاریم جوش بیاد و به مدت 3 ساعت میذاریم خورشتمون پخته بشه. نیم ساعت هم قبل از پخته شدن خورشتمون لیمو عمانی ها رو میندازیم. حالا ما میایم گوجه هامون رو حلقه حلقه میکنیم، آماده میکنیم برای قیم بادمجون. و حالا بادمجون رو آماده میکنیم. و با پوستگیر پوست اونا رو میگیریم. بادمجون رو میذاریم تو مایتابه تا خوب سرخ بشن. بعد از اینکه بادمجونمون سرخ شد، گوجه‌ای که حلقه حلقه کردیم رو میذاریم تو مایتابه تا پخته بشه.